در منطقه نیکینچی سربیا واحدهای نظامی روسیه و کشور میزبان به اصطلاح تمرین‌های مشترک ضد تروریستی به انجام رساندند. در مشق یک روزه تخمیناً 200 سرباز روس، سرب و وسایل زیره‌پوش نقلیات استفاده شده است. کارشناسان میگویند روسیه توسط این عملیات میخواهد نشان دهد که هنوز هم در اروپا اتفاقچی دارد. همچنان روز جمعه رهبر کلیسای پروسلاوی روسیه پاتریارخ کیریل با سفر 3 روزه وارد سربیا شد. در فرودگاه بلگراد او را پاتریارخ سربیا ایرینی و وزیر کارهای خارجی این کشور ایویتسا داچیچ پیشواز گرفتند. اثنای ورود کیریل با اشاره به مذهب مشترک پروسلاوی روس‌ها و سرب‌ها گفت او در سربیا خود را در خانه حس می‌کند. در شهر شمالی پشاور پاکستان فعالان جامعه شهروندی و صاحبکاران افغانستان و پاکستان با تقاضای آسان نمودن رفت و آمد بین مرزی جمع شدند. این طلب در حال مطرح می شود که پرزیدنت افغانستان اشرف غنی با سفری کاری به پاکستان آمده است. در نوبت خود رهبر افغان گفت تاجران کشورش در گرفتن روادید سفر و بازنمودن حساب در بانک‌های پاکستان مشکلی دارند. اشرف غنی از مقامات پاکستان درخواست نمود که در حل این مسئله کمک رسانند. در پایتخت گرجستان یک زیرکمیته شورای تبلیسی به طرفداری از سندی آواز داد که تامین ماشین سبکرو به وکیلان مردمی این شهر را منع می‌کند. این پیشنهاد از سوی شورای وکیلان مردمی تبلیسی همچون نمونه فرهنگ سیاسی مطرح شده است و باید مورد آوازدهی تمام وکیلان شورا قرار گیرد.